بچه خوشبین به این ویدیو. بچه من محمد گیمرم و امروز قراره بهتون یاد بدم که چجوری مثلا لباس اینا مثلا اسکین بگیرین. یعنی اسکین قاطی کردم، یعنی چیز بگیرین، فری بگیرین، رایگان. خب این میزنین روی این آدمکه که خودتون همتون میدونین کجاه. خب زنین رو آدمکه. بچه این اسکیناش نمیدونم برای من نمیاره، شما امتحان کنین. حالا من یه کار دیگه میکنم خب که شما ببینیم با چجور فری بگیریم. مثلا ما میایم توی این یکی بخش بایستا چه این بخش چی؟ کاپشن. من از کاپشن هم خوشم نمیاد، برای هم میخوام من عوضش کنم ببینم چی باشه. این کاپشن چرمیه، ببینم خوشگله واسش. همین خوبه به نظرم. آره بعد این گزینه فری که اینجا براتون اومده، این گزینه سبزه، رو این گزینه سبزه اوکی میکنین. این تیکی که اینور میبینین این بغل یه تیکی هست، اونو فعالش میکنین. بعد این گزینه مشکیه رو میزنین. بعد این گزینه مشکیه رو زدین یه علامت خطا براتون میاره. البته خیلی ها میگن فری نیست و اینا، همش علکیه. دوباره میزنین رو هم کاپشنه که حالا همشون میشه ولی بعضیشون پولیه. خب این یه فرق میکنه. به اون موقع فری آورد، اسمش نوشت فری به انگلیسی، الان چیز دیگه آورده. خب یه شکل آدمک آورده. این شکل آدمک رو میزنی، برای این گزینه مشکیه رو میزنی. دوباره بزن که من این گوشی میخورده بچه، حافظش پره بیش از حد هنگی داره. و همونطور که میبینین این برا من کاپشن ها اومده. خب همونطور که میبینین توی عکسم سمت چپ اگه دقت کنین عکسم هم کاپشنش تغییر کرده. خب الان این کاپشن مال من شد. پس یعنی بچه هر چیز دیگه ای که بخواین میشه ها، ولی اون اسکینا نمیدونم. این اسکینایی که توی این بخش بود و خب من یه بار امتحان کردم واسم نشد. همون اول داشتم همونم ویدیو میگفتم ولی ضایع شدم همون وسط. نمیدونم اینا واسه من چرا نمیاره. حالا شما امتحان کنین. ممنون بچه، لایک فراموش نشه. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.